نعره تکبیر! الله اکبر! نعره تکبیر! الله اکبر! نعره تکبیر! الله اکبر! این استقامت‌های کاپیسا، پروان، دند شمالی، سرک گلبار، جبل سراج، چارکار، ساحه خود دند شمالی، کودامان، کوبند، کوبدم، این نقاط پرسونل که جا هست برای کل وطن فروشا و معامله‌گرا، کسایی که برای پنشیر 4 ساعت وقت دادن، این جوانایی که جا استاد هستن برایشان 4 سال وقت میده. اگر همت داره، شهامت داره، میتونه مبارزه کنه همراه مبارزین واقعی، کسایی که دفاع از خاک و وطن خود میکنن. ما براتون هشدار میدیم کوشش نکنه که لاش و جسدهایتان در جاده ها و در زیر درخت های شمالی بانه. به این لحاظ اگر جان جور میفاردتان، اگر امیدوار هسته که در رهبریت افغانستان باقی بمونه، خود مواجه نسازه، از ساحات شمالی خود بکشه، در غیر آن صورت زنده از اینجا نمی روی. نعره تکبیر! الله! نعره تکبیر! الله! نعره تکبیر! در این نقطه ما هر نوع سلاح، هر نوع دفاع آماده هستیم. تانگای ما آماده است، زیکو یکای ما آماده است. در این نقطه که شما میبینید در اوجه بعد پشت از این تپه بیمچل ما آماده است. به هر قدرتی که شما میایید ما آمادگی داریم که قدرت های بالایتون آزمایش کنه. این طالبای خرد و ریزه، این ملاها، این چلیایی که از 4 طرف جمع کرده پایلوچا و نمیتونند در استقامت بیان. امیدوار باشه که آمده نمیتونه. اگر دل شیر را داره بیای با این شیران رویبری شوه با این مبارزین تا بدونه که مبارزه چیست. هرگاه در میدان مبارزه حاضر شده ما میفهمیم که شما مبارزین هستید. شما معامله‌گر و جاسوس هایی هستید که همیشه سوء استفاده شده و باز هم میشوه. این مجاهدین واقعی همیشه از این کشور دفاع کردن و باز هم میکنن. نعره تکبیر! الله! نعره تکبیر! الله اکبر! زنده باد مجاهدین! زنده باد!